هواپیمای جدید. در قسمت طراحی کارخانه هیچ کاری به خوبی پیش نمی رفت، مخصوصا ساختن هواپیمای جدید. نمیتونم باور کنم تو اشتباه به این بزرگی مرتکب شده باشی. متوجه شدم کجای کارم اشتباه بود. من این شو به جای سانتیمتر گرفتم. من واقعا متاسفم. از حرفای تو هیچ سر در نمیارم. تو نمیتونی نقشه رو درست بخونی. گرفتاریت اینه. اینو نگاه کن، اینو نگاه کن. از لحاظ فرم کاملا قشنگ ساخته شده، فقط یه اشکال کوچیک داره. تو در اندازه‌گیری اشتباه کردی مرد. خودت نگاه کن، این نصف اندازه یه جمبو جته. حالا باید چی کارش کنیم؟ فرودگاه لندن هواپیمای مسافربری سفارش داده بود مرد. خب ما هم براشون ساختیم، فقط مسافر کوچیک لازم داره. همین. زود روی اونو بپوشونیم. خیلی دیر کردیم. روز بخیر رئیس. خوشحالم که دوباره میبینم تو. اومدم هواپیمای جدیدم رو ببینم. شما گفتین حاضر میشه برای بازدید آماده است. اون چیه؟ چیه رئیس؟ اون هواپیمای مدله. نمیدونستم شما هواپیمای کوچیکم میسازین. چه بامزه. این هواپیمای جدید شماست رئیس. چی؟ من یه جمبو سفارش داده بودم، نه یه جیمبو. جیمبو؟ اون خیلی خوبه رئیس. ممکنه برید اون از نزدیک ببینید. این مسخره است. با خرید این هواپیما باعث خنده همه میشیم آخی. من حاضرم قیمتو یک کمی پایین بیارم رئیس. منظورتون نصف قیمته؟ بله. ببینم حالا شما میخواین بسته بندیش بکنیم یا همینجوری که هست میبرینش؟ باید کارهای مخصوصی پیدا کنم که از اول بتونم خوب استفاده کنم. بله کاملا درسته. راننده نباید بپیچیدی سمت چپ. متاسفم رئیس، متوجه پیش چی کار میکنی؟ خوبیش اینه که من برای پرواز ساخته شدم. عجب راننده های دستپاچه لفتی پیدا میشن. اینجا به نظر باند خوبی میاد. همه چیز مناسبه. آماده برای پرواز. یه هواپیما تو بیامونه. در همین موقع ماشین یدککش و باربری خودشونو برای دیدن هواپیمای جدید آماده می‌کردن. زود باشین خنده هاتون رو بکنین و قال قضیه رو بکنین. هواپیمای خیلی کوچیکیه، اینطور نیست؟ کوچیکه چه عرض کنم؟ من اصلا چیزی نمیبینم. چه؟ پناه بر خدا پیداش نیست. ای داده میداد گمش کردی. آخه چطور ممکنه اون یه هواپیما رو گم بکنه؟ حتما بازم شوخیش گرفتی. وقتی ما راه افتادیم همونجا بود. مگه نه؟ تو حرف منو تایید نمی‌کنی ها؟ من که برای خریدن اون امضا ندادم. شما مسئول. گوش کنید، دارم صدای نزدیک شدن یه هواپیما رو میشنوم. من نمیتونم ببینمش. صداشو میشنوم ولی نمیبینمش. اونها چرا دیدمش؟ اینها نگاش کنی. از اندازه جمبو جتی کمی کوچیک‌تره، اینطور نیست رئیس؟ بله کاملا درسته. این یه طرح جدیده، اسمش هم جیمبوه. نصف قیمت هواپیماهای بزرگه. یه خورده فرق داره. ممکنه اندازش نصف باشه ولی خیلی قشنگه. تو اینطور فکر میکنی؟ یعنی بله درسته. ولی کارهای جالب زیادی برای انجام دادن داره. کارهای مخصوص به خودش، یعنی خیلی کارهای زیاد. برای هواپیمایی به این کوچولویی باید کارهای ساده و آسونی در نظر گرفت. خود آره کاملا حق با توه. چطور به جای پرواز کردن تو نمایشگاه ازش استفاده کنی؟